سلام دوستای خوبم، امیدوارم که حالتون خوب باشه. توی این جلسه میخوایم با هم دیگه یه همچین کاری رو انجام بدیم که در واقع متن یا تابلوی نئون هست. خب برای این کار من عکس دیوار آجوریمو میام افکت کرو بهش میدم. برای اینکه میخوام تیره تر بشه میام یه دونه سالید میسازم و با استفاده از شیپ بیزی میام مسک میکنم این سالیدمو و مسک فدرش رو زیاد میکنم تا اطراف کارم یعنی گوشه های دیوارم تاریک تر بشه. این دوتا لایه رو پری کامپوز میکنم و اسمشون رو بکگراند میذارم. حالا کاری که میخوام انجام بدم اینه که من این عکس رو توی فری پیک پیدا کردم و خیلی خوشم اومد. میخوام دقیقاً یه همچین چیزی رو درست کنم. برای نوشتن این دوتا متن به دوتا فونت نیاز دارم که توی کپشن براتون میذارم، حتما برید نگاه کنید. خب من میام متنمو مینویسم هات پیتزا و کلمه اول رو قرمز میکنم و کلمه دوم رو آبی خیلی روشن. بعدش افکت ترانسفورم رو پیدا میکنم و بهشون افکت ترانسفورم میدم. توی افکت ترانسفورم میام از اسکیو استفاده میکنم و اسکیوشون -25 میذارم تا یه حالت اوریپی بشن. بعد میام این دوتا لایه رو پری کامپوز میکنم و اسمش رو تکست میذارم. حالا کاری که میکنم از این لایه تکست هم داپلیکیت میگیرم، اون لایه روی رو چشمش رو خاموش میکنم، اما لایه زیری رو میام لایر استایل بهش میدم. لایر استایل که هم بهش میدم بیولن امباس هست که این باعث میشه که یه عمقی به تکستمون بده و عمیق ترش بکنه. میام هایلایت کالرش رو توی تنظیمات بیولن امباس هایلایت کالر رو از سفید به خاکستری تغییر میدم و افکت فیل رو پیدا میکنم و روی تکستم میندازم. هدف من اینه که یه رنگ خاکستری مرده بسازم که نشون بده که این تابلوی نئونی من خاموشه. حالا میام دراپ شادو رو میندازم روی تکستم. میخوام یه سایه خیلی کوچیکی بهش بدم. توی دراپ شادو دیستنس رو کمتر میکنم، یکم تغییر میدم که سایه این هات پیتزا روی دیوار بیفته. حالا اون لایه عکسمو میارم بالای همه لایه ها بزرگش میکنم. من میخوام شکل اون پیتزا رو بتونم خودم با شیپ یعنی به صورت شیپ و با پن رسمش کنم. من میخوام این شکل پیتزا رو توی 3 تا لایه به وجود بیارم. یه دونه لایه زرد رنگ که دور کار هست، یه دونه اون قرمزا، یه دونه هم سبزا. همه اینا رو به یه نال آبجکت پرنت میکنم که یه کوچولو میخوام بچرخونمشون. خب این شد پیتزای من. حالا همه این لایه ها رو میام پری کامپوز میکنم و اسمش رو میذارم پیتزا. حالا همونطور که از تکستم داپلیکیت گرفتم از پیتزا هم داپلیکیت میگیرم و میخوام هر افکت و هر استایلی که به تکست دادم به پیتزا هم بدم. یعنی میخوام اول کار این تابلوی نئونی خاموش باشه. به این شکل من میام اسم این دوتا لایه رو عوض میکنم، یه آف بهش اضافه میکنم که بدونم این همون لایه خاموش من هست. حالا قدم بعدی چیه؟ میام اون دوتا لایه که داپلیکیت گرفتم و چشمش رو روشن میکنم و دوباره ازشون داپلیکیت میگیرم. توی داپلیکیت اول رنگاشون هم عوض میکنم که قابل تشخیص باشه. حالا به دوتا لایه‌ای که داپلیکیت گرفتم، دوتا لایه اول میام فست بلر اضافه میکنم و بلرنسشون رو روی 150 میذارم، هم برای پیتزا هم برای تکست. هر جفتشون رو روی 150 ست میکنم. این از این. حالا میرم سراغ دوتا لایه بعدی که داپلیکیت گرفتم. دنبال اینر گلو میگردم. اشتباه اینر شادو نده، اینر گلو منظورمون هست. توی اینر گلو میام سورس رو سنتر میذارم که اون درخشندگیشو وسط قرار بده، به جای اینکه دور لبه ها باشه
وسط باشه و هم برای پیتزا هم برای تکست این کار میکنم. همونو کپی میکنم برای پیتزا هم میذارم. حالا به همین لایه ها افکت گلو رو هم اضافه میکنم و گزینه دوم رو هم روی 10 میذارم. این مقادیر دلخواه، شما هر جوری که خودتون فکر میکنید بهتره همون عددا رو براش تنظیم کنید و این افکت گلو رو برای پیتزا هم ست میکنم. حالا این دوتا لایه رو دوباره یه داپلیکیت میگیرم، اما این بار گلو رو ازشون حذف میکنم. همون تنظیمات قبلی میخوام باشه، فقط گلو نباشه. میام توی لایر استایلا دوباره به این دوتا لایه آخرم ببلن این باس میدم. این دفعه میام هایلایت اوپاسیتی رو 0 میکنم و همینطور یه شادو اوپاسیتی هم داره. شادو اوپاسیتی رو روی 20 قرار میدم. بخش زیادی از کار ما تموم شده، اما یه کار دیگه مونده. من میام یه سالید ایجاد میکنم و بهش افکت فور کالر گریدینت رو میدم. میخوام این درخشندگی که تابلو ایجاد میکنه رو دور متنا هم نشون بدم، اما کاری که میکنم 4 تا رنگ هستش که اینا رو من باید عوض کنم. خب رنگ اولی و دومی رو حدودا قرمز میذارم و بقیه رنگ ها رو هم یکی آبی و یکی زرد که دقیقا شبیه رنگ های بکار برده شده توی تابلوی من باشه و میام این سالید رو مسک میکنم. به این صورت یه دایره میکشم، فدرش رو زیاد میکنم که لبه های نرمی داشته باشم و اوپاسیتی رو توی خود افکت گریدینت میام کمش میکنم، حدودا 50 میذارم. خب صبر کنید، کار ما تموم نشده. همه این کار رو کردیم که برسیم به قسمت انیمیشنش. برای اینکه حرکت بدم بهشون میام هم توی کامپوزیشن تکست و هم توی کامپوزیشن پیتزا وارد میشم و اوپاسیتی رو از 100 به 0 و دوباره به 100 تغییر میدم و توی فواصل خیلی کمی باید این اتفاق بیفته، حدوداً 2-3 تا فریم پشت سر هم باید باشه. و توی کامپ اصلی لایه های آفم رو اول کامپ و بقیه لایه ها رو کمی با فاصله پشت سر هم قرار میدم و همونطور که میبینید نتیجه کارمون شد این.